ساعت 7 صبح، دمای -10 درجه، 27 آذر 1403، شهرستان درود. این پریز کوه. این پارک روبروی خونه ما یخ زده، چمن‌ها یخ زده، سرما رو میشه احساس کرد توی تصویر هم. اینم اشترانکوی قشنگه، همه پر از برف شدن تو این فصل، هنوز زمستون نیومده. 4 روز داریم به یلدا. طلوع آفتاب روی ابرها میشه دید. این ویو قشنگ رو تقدیم نگاهتون میکنم از شهرستان درود لرستان. کوه ها خیلی قشنگن، آسمون خیلی